فضیل ابن عیاض به این ولی خدا میگوید که ای داوود طایی، سقف خانه تو میخواه بر تو فرود بیایه. داوود طایی گفت که ای فضیل، به خدا رب العالمین قسم است، از بس که با خدای خود مصروف هستم 20 سال است که سقف خانه خود را نگاه نکردم. داوود طایی رحمه الله یکی از اولیای خداست، یکی از دوستان الله، از جمله کسانی بود که در عهد امام ابو حنیفه رحمه الله زندگی میکرد. این ولی خدا فضیل ابن عیاض که یکی از اولیای الهی است، میرود پیش داوود طایی رحمه الله، میگه ای داوود طایی، ای ولی خدا، ای عارف خدا، ای دوست خدا، من را نصیحت کن. داوود طایی رحمه الله به فضیل عیاض میگوید که ای فضیل، نصیحت میخواهی؟ بله. گفت اگر پندپذیر و نصیحت پذیر استی زبان خود را متوجه باش. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو از زبان برمیخیزه. فضیل زبان خود را متوجه باش. فضیل ابن عیاض میبینه که سقف خانه داوود طایی این ولی خدا و اولیای خدا چنان شکسته که میخواه برو فرود بریزه. ببین جوان، ارتباط با الله، دوستی با الله. دوستان خدا به سادگی دوستان خدا نشدن، به سادگی اولیای خدا نشدن. آنها که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشم به ما کنن؟ فضیل ابن عیاض به این ولی خدا میگوید که ای داوود طایی، سقف خانه تو میخواه بر تو فرود بیایه. داوود طایی گفت که ای فضیل، به خدا رب العالمین قسم است، از بس که با خدای خود مصروف هستم 20 سال است که سقف خانه خود را نگاه نکردم. چنان با الله، چنان با الله مصروفم، چنان فنا در محبت خدا هستم 20 سال است که سقف خانه خود را نگاه نکردن که به چه حالتیه. ای داوود طایی، چرا سقف خانه خود را اعمار نمی کنی، نمی سازی؟ گفت با خدای خود عهد کردم که دنیا را آباد نکنم. با خدای خود عهد کردم که دنیا را آباد نکنم. شب از شبها داوود طایی این ولی خدا و دوست خدا میره بالای خانه، سر به آسمان و به افلاک و به ستارگان نگاه میکند، چنان مستغرق در مشاهده انوار و قدرت خدا میشود که ناگه فریاد میزند، بیهوش میفته بالای بام صاحب خانه همسایه خود. صاحب خانه می آیه که البته با خانه ما دوست آمده، رهزنی آمده. وقتی می آید که داوود طایی روی بام خانه افتیده، وقتی به گوش می آید داوود طایی روی بام خانه ما چی میکنی؟ گفت به خدا از بس که مستغرق در مشاهده قدرت‌های الله شدم، نمیدانم که کی بیهوش بر زمین افتیده. مادرش میگوید، میگه من در کنار فرزند خود داوود طایی بودم، میگوید هر لحظه نماز میخوام، شب نماز، مصروف با الله، مشغول به ذکر خدا، به یاد خدا. میگه شب از شبها دیدم در کنارم که داوود طایی افتیده، داوود طایی افتیده. میگه گفتم که داوود طایی فرزند من، برخیز، چرا نماز نمیخوانی؟ وقتی که صدا کردم دیدم که روح داوود طایی وصل الحبیب الی الحبیب شده.
با دنیای از دست آورد، با قلب مملو از انوار و تجلیات رهسپار سرای آخرت شده. میگه با خدا قسم شبی که داوود طایی از دنیا رحلت کرد دیدیم که سقف خانه از او بر زمین فرود آمد. سقف خانه اش بر زمین فرود آمد. مرد از مردان خدا میگوید از خصوصیات داوود طایی این بود نماز که میخوان زود شتابان به خانه میرفت. از او پرسیدم که ای داوود طایی چرا نماز میخوانی تیز طرف خانه میری؟ گفت نمیتوانم با این مخلوق تحمل کنم. اگر میان این مخلوق بمانم شاید زبان کنترل نتانم، شاید خود کنترل نتانم، زود میرم که با الله با خالق خود مصروف شم. این مؤمنین کامل جامعه همه صفا اولیاء این قسم از دنیا می روند. دوستان خدا این گونه زندگی می کنند، یک لحظه بیاد خدا نیستند. دوستان خدا نباشند لیکن لحظه ز خدا جدا نباشند. هر لحظه با الله، هر لحظه با الله، مثل داوود طایی رحمه الله.